سلام، تو این ویدیو این شکل رو از صفر توی افتر افکت طراحی می‌کنیم و تو قسمت بعد ریگ و انیمیتش می‌کنیم. برای شروع یک کامپوزیشن می‌سازم، اسمش رو کن می‌ذارم، واید رو 1080، هایت رو 1920 و فریم رو 30 می‌ذارم تا نرم‌تر بشه و برای دوریشن هم 6 ثانیه. من رفرنسی که پیدا کردم از توی گوگل از سایت ادوبی استاک بوده، دانلودش می‌کنم و میندازمش توی کامپوزیشنم، اسکیلش می‌کنم و لاکش میکنم. من اول قسمت بالا رو درست میکنم و بعد میام به پایین. برای اینکه بتونم یک دایره گرد در بیارم از الیپس استفاده میکنم، فیلش رو آف میکنم، استروکش هم آف میکنم و بزرگ میکنم اسکرینم رو و کلیک میکنم و درگ میکنم، میکشم تا جایی که اندازه بشه و پس رو با اسپیس حرکت میدم. دقیقاً میخوام روی مرکز استروک رفرنس هم قرار بگیره. برای دومی هم همینطور با اسپیس جابجاش میکنم. خب این قسمت روبرو رو میخوام بکشم، با پن تول میکشم اینو و نقطه اولم رو دقیقاً روی این قسمت میزنم، اینجا شروع میکنم، کلیک میکنم و درگ میکنم. برای اینکه بتونم اینو توی محور افقی قفل کنم، شیفت رو نگه میدارم و میکشم. خب یه مقدار اینم میبرم این ورتر. خب این رو به اینجا میزنم و کلیک میکنم تا لینیر باشه و برای اینجا هم همینطور. اینجا کلیک میکنم و درگ میکنم، شیفت رو نگه میدارم تا قفل بشه و اینم این قسمت. خب حالا میخوام قسمت های در رو بکشم. اول اینجا رو کلیک میکنم و درگ میکنم و برای اینجا هم همینطور این دسته رو میکشم تا دقیقاً پسم رو وسط استروک رفرنس قرار بدم. برای اینکه بتونم اینو جدا کنم و یه شیپ جدید بسازم، کاماند رو نگه میدارم و یک کلیک میکنم روی اسکرین و اینجا میتونم یک شیپ جدید بسازم. اینم به این صورت و اینجا هم همینطور. خب این دایره داخلم از الیپس استفاده میکنم و کلیک میکنم و درگ میکنم. خب حالا میخوام اسکازوری کنم این لایه‌ای که ساخته شده رو. روی شیپ کلیک میکنم و اسمش رو کن میذارم. این سه تا شیپ اول مربوط به در میشه، روشون سلکت میکنم و رایت کلیک میکنم، گروپ شیپشون میکنم. روی شیپ کلیک میکنم و اسمش رو دور میذارم. این شیپ مربوط میشه به روبرو، من اسم این رو فیس میذارم. الیپس داخلی رو اینساید و برای پایینیش اوتساید. همه شیپ ها رو سلکت میکنم و رایت کلیک میکنم، گروپ شیپشون میکنم و روش اینتر میذارم، اسمش رو تاپ میذارم. این قسمت بالایی قوطی میشه. سولو میکنمشون، میخوام بهشون استروک بدم. روی خود شیپ کلیک میکنم، روی استروک میام و رنگ بلک رو انتخاب میکنم، مقدارش رو 6 میکنم، با رفرنس مقایسش میکنم. این دایره داخلی بزرگه، من این رو سلکت میکنم روش و 6 و 3 میکنم، به این صورت میشه. خب حالا میخوام فیلشون رو بدم، چشش رو میبندم، روش کلیک میکنم، از بالا دور لازم نداره، فیس این که روبرویی میشه این رنگ فیل رو بهش میدیم، فیل رو سلکت میکنم، آیدراپر رو برمیدارم و روی این قسمت میزنم. برای این سایت هم همینطور، روی فیل کلیک میکنم، آیدراپر رو برمیدارم، این سایت این هایلایت من این قسمت رو برمیدارم و برای اوتساید هم روی فیل کلیک میکنم، آیدراپر رو برمیدارم، این قسمت فکر میکنم که مناسب. نگاه میکنم شیپم رو اوکیه. فقط یک چیزی میمونه که روی رفرنسمون اگه دقت کنین مقدار ضخامت اینجا با اینجا که فرق داره، اینجا باریک‌تره. من اگه بخوام توی افتر افکت این کار انجام بدم به این صورت میشه که دور رو باز میکنم و این شیپ اولیه شیپ رو باز میکنم، روی استروکش هم باز میکنم و میرم قسمت ویو رو باز میکنم و یونیت رو که پیکسله به سرکل تغییرش میدم
و مقدار سیرکل رو از 10 تا به 1 تغییر میدم و اماونت رو بالا میبرم تا مقداری که اوکی باشه. فکر کنم 30 اوکی. ما این ضخامت رو تغییر دادیم. حالا من میتونم روی ویو کلیک کنم، کپیش کنم و بیام روی اون قطعه در بالا که این میشه روی این پیست کنم. روی استروک سلکت میکنم و پیستش میکنم. خب حالا چشم این رو میبندم، میرم به سراغ بدنه. پنتول رو ور میدارم، روی خود این کن سلکت کردم و شروع میکنم به کشیدن بدنه. اولین نقطه رو این بالا میذارم، میخوام پشت این در واقع دره بیره قرار بگیره. اینجا یه مقدار بیزیرش میکنم، میام پایین، شیفت رو نگه میدارم. اگه شیفت رو نگه دارم دقیقا من اگه اینجا دورترم کلیک کنم این خودش دقیقا مرکز اون در واقع خط پایینی میاد. تا اینجا بیزیرش میکنم که بتونم یه کرو وجود بیارم و برای اینجا هم همینطور این قسمت رو شیفت رو نگه میدارم که توی افقی قفل بشه و برای اینجا هم اینطور با اسپیس جا به جا میکنم، شیفت رو نگه میدارم و اینجا هم شیفت رو نگه میدارم، بعد کلیک میکنم و میرسونم به اینجا و میبندمش. اینو میتونم بزنم بالاتر، میتونم اینو سلکت کنم و اینو بیارم پایین تر که با بقیه قاطی نشه. و اگر که آپشن رو نگه دارم و درگ کنم میتونم اینو رو بیزیرش کنم. خب من فیل این رو سلکت میکنم، آیدراپر رو برمی دارم، رنگ اینجا رو انتخاب میکنم و برای استروک هم بلک مقدارش رو 10 میذارم. خب من میرم میبینم چه اتفاقی افتاده، چشم رو باز میکنم، اسم این لایه رو در واقع بادی میذارم و میارمش پایین تاپ میذارم. ما تا اینجا این شکل رو داریم. حالا میخوام این قسمت خطه رو درست کنم، روی شیپ هم کلیک میکنم، چشمش رو بستم، با پنتول شروع میکنم به کشیدن اینجا. من وقتی که اینجا میام این اتفاق میفته که من نباید این کلیک رو بکنم، میتونم بیام اینجا یک کلیک بکنم و این ورتکس رو جاشو بذارم اینجا شیفت رو نگه میدارم و میکشم و اینم به اینجا میبرم، یه مقدار میدم، فیلش رو آف میکنم و استروکش هم 10 اوکی. خب میام بیرون و نگاه میکنمش، به این صورت شده. من برای اینکه بتونم مثل رفرنسم اینا رو تیکه تیکه کنم میتونم این کار بکنم که بهشون دشز بدم. این شیپی که به وجود آوردیم من اسمش رو میذارم رینگ، بازش میکنم و استروکش رو باز میکنم و روی دشز کلیک میکنم. مقدار دشز انقدر، من این رو میبرم بالا تقریبا تا 150 به این صورت میشه. یه بار دیگه روی دشز کلیک میکنم تا گپ به وجود بیاره، گپ رو باز میکنم تا جایی که اینا از هم دیگه فاصله پیدا کنه. 55 56 خوبه، مثلا 60. خب برای اینکه بتونم این گوشه هاش رو گرد کنم لاین کپ رو به راند کپ تغییرش میدم، به این صورت میشه و میتونم مثل همونجا ضخامت اینجا رو بیشتر از اینجا کنم که میام روی ویوش و یونیت رو از پیکسل به سرکل تغییر میدم و اماونت رو حالا اول این رو 2 میذارم چون مقدار این لاینا بیشتر از یکیه و 2 میذارم و اماونت رو میبرم تا جایی که به این صورت بشه. حالا میخوام که این قسمت به جای اینکه لاغرتر از اینجا باشه برعکس بشه، من با این فیز میتونم جابجاش کنم تا برسم به اینجا، به این صورت میشه. خب تا اینجا اینم انجام شد. حالا میخوام قسمت پایین قوطی رو بکشم، از بالا میام اینجا رو میگیرم، اینجا هم یه ورتکس اضافه میکنم، این مقدار اینجا میشه به این صورت. شیفت رو نگه میدارم تا صاف بره، بره اینجا هم همینطور و اینجا هم اینجوری میبندم و شیپ رو میبندم. فیلش رو سلکت میکنم، آیدراپر رو ور میدارم و روی اینجا کلیک میکنم و استروکش هم فکر میکنم زیاده، مثل بادی باید 6 باشه. چشمش رو روشن میکنم، اسم این قسمت رو باتن میذارم
و میندازمش پایین همه و به این صورت میشه. خب حالا میخوام قسمت هایی که مثل رفرنس این هایلایت ها و شادو ها رو به وجود بیارم. روی شیپ هم کلیک میکنم، چشمش رو بستم، شروع میکنم از اینجا کشیدن، از این بالا میام اینجا کلیک میکنم، شیفت رو نگه میدارم تا دقیقا همینجا بیاد، یه مقدار کروش میکنم تا اینجا و اینجا هم میگیرم. برای اینکه بتونم مسیرم رو بشکنم آپشن رو نگه میدارم و این دسته رو میشکنم به این طرف حرکتش میدم و اینجا هم اینو میکشم. میتونم بعدی رو همینجا بکشم، بعد ببینم اگر که نیاز به جابجایی داره عوضش کنم. یه مقدار اینجا اومده تو، خب اینم به اینجا میرسونمش و میبندمش. و برای این قسمت هم این کارو میکنم، اینجا میکشم به این صورت، یه مقدار این وسط تر و برای پایینم دقیقا به این طرف حرکت میکنم و میبندمش. این به این صورت در میاد. میتونم یه مقدار جابجاش کنم. خب میام بیرون و این دو تا شیپ رو سلکت میکنم، اسمشون رو اول گروهشون میکنم و اسمشون رو هایلایت میذارم، روش کلیک میکنم و HL و برای شادو هم همینطور. از اینجا شروع میکنم به کشیدن به اینجا، شیفت رو نگه میدارم دقیقا همینجا بیفته، اینجا رو هم کرو میکنم، یه بار اینجا میزنم و برای اینجا که چون نقطه داره من اینو بیرون میزنم و با اسپیس میارمش داخل و برای اینجا هم همینطور و میبندمش. خب برای داخلی هم همین کار میکنم، اینجا کلیک میکنم، یه دونه اینجا میزنم، شیفت رو نگه میدارم، کلیک میکنم، درگ میکنم و اینجا هم همینطور، آپشن رو نگه میدارم، میشکنمش، نقطه بعدی رو اینجا میزنم، بعدی رو میتونم همینجا بذارمش اینجا و برای اینجا هم همینطور و میرسونمش به اینجا و میبندمش. خب میمونه این قسمت شادو، اینم به همون صورت روش کلیک میکنم و اینجا هم همینطور و اینجا میبندمش. خب میام بیرون و این سه تا شیپ هم سلکت میکنم، رایت کلیک میکنم، گروهشون میکنم و اینتر میزنم، اسمش رو شادو میزنم. خب حالا اینا رو باید بندازم توی بادی رو باز میکنم، این دوتا شیپ رو سلکت میکنم و درگشون میکنم، میندازمش بین فیل و استروک. خب روشن میکنم و سولوش میکنم، روی شادو کلیک میکنم، استروکش رو آف میکنم، فیلش رو مشکی میکنم برای شادوها و برای هایلایت ها برعکس استروک رو آف میکنم و رنگ سفید رو براش انتخاب میکنم، سفید مطلق. خب اوپاسیتی اول میام اوپاسیتی هایلایت رو باز میکنم توی ترانسفرمش و این قسمت رو 25 میذارم اوپاسیتی رو و برای شادو هم اصلی رو اوپاسیتیش رو به 30 تغییر میدم و برای این که بتونم این شیپ رو کم رنگ تر کنم خود این شیپ رو باز میکنم و اوپاسیتی این رو روی 50 قرار میدم. یه همچین شکلی میشه و با رفرنس همون یکی داره میشه. حالا ما اون شادوی در واقع هایلایت این بالا رو هم میخوایم به وجود بیاریم. مثل همین من میام با پن تول این کار رو انجام میدم، اینجا رو میکشم اینجوری و
و اینجا میبندمش. خب شیپی که ساخته شده اینه، اسمش رو HL میذارم و میندازمش توی تاب زیر در واقع دور. من اینو میذارمش اینجا و شکلم رو باز میکنم، اپاسیتیشو کم میکنم، اپاسیتیشو 25 میذارم و یه همچین شکلی میشه. خب من لوگوی کوکاکولا رو از سایت ویکی‌پدیا پیدا کردم، میندازمش این تو و میندازمش توی کامپوزیشنم، روی آر کلیک میکنم تا 90 درجه بچرخونمش. یه مقدار اسکیلش زیاده، اس رو میزنم تا اسکیلش بیاد، یه مقدار کمش میکنم و میزونش میکنم به نظرم اوکی. خب الان که بتونم رنگش رو سفید کنم از افکت فیل استفاده میکنم، میندازم روی خود لوگو و رنگش رو سفید میکنم و همچین شکلی رو داره. این لوگو رو میذارم اول. خب و میمونه شادو. من شادو رو الیپس رو برمیدارم، فیلش رو آف میکنم، چون نور از این طرف خورده و اینجا هایلایت داره و اینجا شادو داری، من شادوم رو به این ور قوطی میذارم و این یه همچین و اسمش رو شادو میذارم، میارمش پایین قوطی میذارمش و فیلش رو مشکی میکنم و اپاسیتیش رو تی رو میزنم تا اپاسیتی بیاد و تقریبا فکر میکنم که 50 خوب باشه. خب و برای اینکه بتونم این قسمت رو شادو نرمی داشته باشم از افکت فست باکس بلر استفاده میکنم، میندازمش روی شادو و مقدارش رو تقریبا 3 میذارم. با همین روش میتونید کلی شکل مختلف بسازید و دیگه محدود به آماده ها نباشید.